آیا شما میتونی با کسی ازدواج کنید که خودش را میشناسد مانند مسیحی اما کلیسا نمی رود؟ بغیر از 2 بار در سال او در کلیسا نمی رود و دلیلش این است که میگه که کلیسا بد است، کلیسا خوب نیست، مردم در کلیسا خوب نیست و او خوشش نمیاد که در کلیسا برود. میتونی با چنین کسی ازدواج کنید یا نه خیر؟ جواب کوتاه این است که نه، نمیتونی، با هیچ وجه نمیتونی ازدواج کنی با یک شخص مانند این. چرا؟ به خاطری که این فریب خود فریب است. چرا خود فریب است؟ یعنی گوش کن دوست عزیزم، و این جواب دادم با یک دختر مسیحی، یک دختر وفادار و ایماندار به خداوند و میخوایم به تمام دخترها مانند دخترای خودم یک مشورت بدم برایتان، یک نصیحت بدم برایتان. گوش کن دخترای عزیزم چی میگویم برایتان. کسی که این رقم میگوید، یعنی میگوید که خودش ایماندار است فقط که دلتان را بگیرد، یعنی که شما باور کنید که او دور از خداوند نیست، او ایماندار است، که شما باور کنید و شما را داشته باشد، اما در حقیقتا نمیتونه این شخص ایماندار واقعی باشد. شاید یک دانستنی درباره کلام خداوند یا درباره خود خداوند شاید دارد، اما ایماندار واقعی نمیتونه بدون کلیسا باشد. چرا؟ به خاطری که کلام خداوند، انجیل مسیح میگوید که کلیسا بدن مسیح یک سمبول است. یعنی میگه کلیسا بدن مسیح است. عیسی در بدن مسیح، عیسی سر است و ما عضو بدن او هستیم. پس میتونه دست من خارج شود از بدن و بگوید که من در طول 1 سال فقط 2 بار در بدن وصل میشم، دیگر وقت من میخوایم بیرون از بدن و خودم پیش خودم زندگی را پیش میبرم. آیا چنین دست میتونه زنده باشد؟ میتونه واقعی از بدن من باشد؟ به هیچ وجه. همچنان این شخص نمیتونه ایماندار واقعی باشه اگر او فقط 2 بار در سال میره به کلیسا. چنین عضو کلیسا او است، چنین عضو بدن عیسی مسیح است؟ نیست. و این صحبت نمی کنیم درباره کسایی که در اطرافشون کلیسا نداره. اینجا صحبت میکنیم درباره کسی که در دورش خیلی کلیساها وجود دارد. و نظر دیگر که میتونم برایتان یعنی حتی که این شخص میگه که نه کلیسا خوب نیست، مردمای کلیسا خوب نیست و به خاطر این من نمیروم کلیسا. یعنی چیزی که گفتم به اون دختر و میگویم برای شما همچنان دخترها و پسران عزیز، زمانی که شما شفاخانه رفتی، یعنی بیمارستان رفتی و دیدی که اونجا دکترای خوب نیست و اونجا یعنی کسایی که خیلی رشوت خور است و قبول نمیکند یعنی تداوی خوب نمیکند، آیا شما چون که پیش یک دکتر پشیمان شدی شما دیگر شفاخانه بیمارستان نمیروید؟ نه، میروید و اما دنبال یک بیمارستان یا شفاخانه میگردید تا که اون دکتر واقعی را پیدا میکنید و میروید اونجا. بدون دکتر نمیباشید چون که نیاز داری. همچنان این رقم در ایمان است. اگر یک کلیسا دیدی که در گناه زندگی میکنن و مردم ها واقعا از تعلیم عیسی مسیح دور شدن، پس این دلیلی نیست که بدون کلیسا باشید. یعنی جستجو کنید یک کلیسای دیگر. هزارها کلیساها وجود داره در روی زمین. یعنی وصل کن با یک کلیسای سالم کجا شما میتونید تعلیم سالم یاد بگیرید و رشد کنید در ایمان شما. چون که عیسی مسیح نمیتونی حتی پیش خودت در خانه ایماندار باشید، چون که عیسی مسیح گفت که جایی کجا 2 یا 3 نفر در نام من جمع میشه من همچنان اونجا هستم. یعنی 2 یا 3، نه تنها 2 یا 3 جمع باید باشد. و این خاطر دوست عزیز، ایمانداری واقعی است اون ایمانداری که کلیسا رو دوست داره، با کلیسا وصل میکند و باور نکنید زمانی که میگوید برای شما نه من خیلی ایمانداری خوب هستم اما فقط کتاب مقدس رو دوست ندارم، کلیسا رو دوست ندارم. نه، چون این چیزی وجود ندارد. و آگاه باش دخترای عزیزم، چون که گرگا زیاد است
و گرگا در کتاب مقدس میگوید که میآید با لباس گوسفند که شما حتی فکر نمیکنید که چی میتونه در پشت اون لباس باشد. مواظب باشید، آگاه باشید و خودتان را در یک دام، در یک خطر نندازید، چون که رابطه یک مرد و زن که میآید به ازدواج یک رابطه همیشگی است، یک رابطه ای که یک تاثیر خیلی بزرگ داره در جان شما، در زندگی شما و نمیتونی بازی کنی با این رابطه. با این خاطر وفادار بمان به خداوند، وفادار بمان به کلام خداوند و خداوند حتما برای شما شوهر وفادار، شوهر عادل برای شما یک روز میفرستد. اگر شما دنبال یک زن می باشید، اگر مرد هستید دنبال زن، باید بدانی که کلام خداوند گفت که یک زن نیکو یک تحفه خداوند است. خداوند در روز مناسب، در جای مناسب برای شما زن را میفرستد و میدهد که با او خوش باشید، شاد باشید و یک ازدواج پربرکت داشته باشید. اگر این ویدیو مفید بود برای شما، لطفاً این را لایک کن، شیر کنی با دیگران و سوالاتی اگر داشتی لطفاً به من بنویس. در پناه خداوند باشید.